بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضو و درد آورد روزگار، دیگر روزها را نماند قرار. درود و سلام خدمت چشما و گوشایی که مرا می‌بینند و صدای مرا میشنوند. در این برنامه بیشتر به هم نوع دوستی تمرکز شده است. کس کار نمیکنه، شوهرم بیکار بود، خودم مجبور شدم به خاطر خرج خانه من تندور میکنم. حال شوهرتان کجاست؟ شوهرم از باغا جنگل چوب چیز جمع میکنه، خودم تندور میکنم. یعنی دیگه حاجی صاحب ما و شما فقط به خاطر زنده ماندن زندگی میکنیم دیگه. چقدر وقت میشه مریض هستی؟ یه 5-6 سال میشه. 5-6 سال؟ 5. دکترها چی میگن؟ دکترها بخی جا بجا دکترها مغز سرش خوش شده، میگه رشته اعصابش دکترها زده. گفتی شوهرشون از خودت چی گفت؟ مقصدی خواست من مجبور شدم استعدادش. 3 شب شده که من چای میخوریم دیگه، چیز برپختن نیست. 3 شب میشه نان و چای میخوری؟ یک نباشه، قیم میشه گاهی یک چیز میگیریم گاهی یک چیز میگیریم. تقریبا 1 هفته 2 هفته میشه که کار شروع کردن. نظر به مشکلاتی که داشتن شوهرشان دمیجه در باغ و دشتی ها میره، اونو چوبه کار جمع میکنه تا ای که کتشان یک کمک شوه. در میان این دهکده در کنار منازل نیمه ویران و گذشته از کوچه های تاریک باز هم به منزل می رسیم که جوانی و آرزوهای دختر خانم به علت فقر و نادری همه روزه در میان شعله های آتش سوخته و دود سیاه را به آسمان ها می فرستد. این دختر خانم نزدیک به چند هفته می شود که برای همکاری با شوهرش در یافتن نفقه به عیالش خودش را با این سیاهی و رنج مواجه ساخته است. خوراک خوب استی؟ سعادت خوب است؟ بخیر استی؟ نان از خودت است یا برای مردم پخته میکنی؟ مردم است. خب چند نفر هستین در فامیل کی کار میکنه؟ کس کار نمیکنه، شوهرم بیکار بود، خودم مجبور شدم به خاطر خرج خانه من تندور میکنم. خب روزانه چقدر نان میبرد؟ 50 دانه 40 دانه دیگه، 60 دانه چیکار میکنم؟ نه چند شگر یک 10 تا شاید بیاید دیگه باز 10 تا 8 تا یکان روز 6 تا. خب همینجا میشینین؟ همینجا میشینم. خب تفلکایت کجاست؟ چی کار میکنن و خورد است؟ خب اینی هستن؟ خب خانه ما کرایی است، 7 ماه شده کرای خانه نمیده. مای چند کراسته؟ مای 3000. مای 3000. حال شوهرتان کجاست؟ شوهرم من از باغا جنگل چوب چیز جمع میکنه، خودم تندور میکنه. 7 ماه کرای خانه را با صاحب خانه چیز نگفت براتان؟ نه دیگه، یک دفعه آمد گفتیم نداریم دیگه، شوهرم گفت نمیشه که اولاد ما گرو کنم، بودم کرای خانه رو دیگه نیست، از کجا کنم. این چوبایی که اینجا هست حتما میره شوهرتان جمع کرده میاره؟ نامک که چیز بچیم؟ ها؟ از تو چی هست؟ نه ملکه. ملکه؟ ملکه کجاستی تو؟ ملکه دمه تو جای می باشه؟ ها؟ یا در قصر؟ چطور هستی لالا؟ لالا کلانت کجاست؟ مکتب. تو نمیری مکتب؟ نه. چرا؟ تو را نمیگیرن؟ نه. این کار را به خاطر چی میکنی خودت؟ به خاطر دیگه بسیار محتاج بودیم برای یک در پیتیاچ. خب مجبور شدم هیچ چیز نداشتیم. یعنی دیگه حاجی صاحب ما و شما فقط به خاطر زنده ماندن زندگی میکنیم دیگه.
دیگه هیچ حق و حقوق نداریم در این ملک، در این وطن، در این زندگی. پاکت میخریم که یک چهار میشه. حالا برو شوارش آمد یک سری مرا واسه بکنم جگر خوب شد. ما میفهمم که نفرهای هستن که مستحق این طرف خب گفتی زیاد مشکلات از دیگه؟ بسیار زیاد 99% این منطقه مشکل است. یک تعداد که مامورین دولت بود وام بیکار شدن. بله. گفتی شوهرشان از خودت چی گفت؟ 100 خواست فقط مجبور شدن استعداد باشه. چیکار بچه دوا میخرید چی میخرید؟ گفتم که از خبر نشه حالا مجبور شدم. ها. یعنی توان و صدر پام کسی نیست ای وقت. قرآن نیست. من رئیس شوراسم ندارم فکر کنم. این افسر شد. وقت سون از این مردم میبینی چی حالت بر خود؟ رنگ میبرم. خب. دیگه نمیشه کارشان چی میکنن پیش میبرن در هر جای در دفترها و رسته مشکلات های از یاره انعکاس دادیم دیگه جلب توجه نمیشه دیگه. اون فامیل دیگه را که دیدیم چرا خودت دلت عقده کرد درد؟ سعی چه قسمت دیگه وطن چه حالت داره مردم. ما سر ریاست جمهوری جنگ داریم ولی از خود خدمت مردم میکنیم. ولی تا کی در روز آخر چه جواب بدیم پیش خدا؟ بالکل. او بچه‌ها که ببینی باز خودتون گیران میگیرن. این 3 نفر هستن. بسیار سخت است. بسیار سخت است. خدا رحم کنه. بیشک. اگر ما شما کدام گناهم کردیم دیگه پروردگار خودش رحمان شاید کدام گناه ما کرده باشیم. خداوندی رقم ما را چی میکنه؟ یک نفر چی میکنه؟ خدا چیزش بالکل. خدا ما رو ببخشد. دیگه چاره نداریم. شوهرش میگم چوبکا را جمع میکنه و خودش رفتم کچلو نفر میکشید. همین بیره کچلو را دیدم که گفتم چی میکنی؟ گفت برای گاو خودم گفتم بته میره که برای بیچاره که مستحق است. بیچاره جریب زمینم چگاکای بیره کچلو را آورد که معلوم خدای اون کار جمع کرد. حالا اون میپالا بیچاره هر طرف. اوس میره اون چه جمع میکنه میاره بر تندور باش که دستش پیش کرده راد نشه. بسیار غیرتی بچه است. بله. خب روزگار آدم مجبور میسازم. روزگار آدم اگر انسان خب برای کار جور شده باید کار کنه مگم که نباشه از کجا کنه؟ بسیار مشکل است. بالکل. حال بعد دوستا گفتن دیکو نیالشانی بود چی بود؟ ما مجه شما کردن. 8 روز شده به خیال منوز چوبال گندم نشان ندادن. نه نمیرم یک توجه شوه که میشه ان شاء الله. توکل به خدا دیگه خداوند مهربان است. خب مادری اینال دی چند تا نان باید پخته کنیم؟ 8 دانه. 8 دانه را؟ بازو که پخته شد باز آتش میکنی؟ بازو را کشیدیم باز آتش میکنیم. خب چی آرزو داریم؟ آرزو داریم زندگی ما خوب شد. اگر چی آرزو؟ یک زندگی خوب داشته باشیم. بله. برای طفلای چی آرزو داریم؟ طفلای من بسیار چی را دیده. 3 شب شده که من چای میخوریم دیگه. چیز بر پختن نیست. سه شب میشه نان و چای میخوریم؟ یک نباشه. قیم میشه گاه یک چیز میگیریم گاه یک چیز میگیریم. دیگه 100 روپای کنیم 100 روپای که از نان میشه و چی میشه دیگه؟ دیگه قیمتی. بالکل. قطق مطق چیزی نیست دیگه؟ نه یکان برابرش یک 35 روپای چیز میگیریم پخته میکنیم نشه چای دم میکنیم باشم نیمان پلش میگم میام پیدا میشه بخوریم. شکر بکشیم همینان چای وقتم پیدا بشه. این زندگی است دیگه اینه براتون قصه کردم. خب حالا از دست ما چی کنیم برای خودت؟ دستان بیاین کمک کنین خوش میشه میرم چیز کمک برماین آرگن روغن یک چیز. خب پیش هر کسی که ما میریم مثلا فقط نمیره میگه که ما یک آرد داشته باشیم یک 5 تا نان داشته باشیم یک پیب روغن داشته باشیم. یک چیز داشته باشه که چاشت شب پخته کنه پیش خودبانه بخوره دیگه نمیده از این خالم زیادتر چیز نمیخواه. بله. یعنی ما شما سر به خاطر از همی باید زنده باشیم که فقط یک بوجیار در خانه ما باشه دیگه هیچ حق و حقوق نداریم ما شما در زندگی؟ چی؟ در ایالت چی کنیم چی؟
هر دوره که آمده ما شما متدار بده. پس ما هستیم هر دوره که آمده ما شما اینم. همه روزه باید این گونه برای بقای حیات خود و اعضای خانوادهش رنج بکشد و برای مبارزه با زندگی بیشتر همت داشته باشد. خب بیا حالا قسم میکنیم کدام وقت شده چکانده باشی و زنای همسایه آمده باشه حال مقالش بر آمده باشه. نه چکاندیم از کس را. خب در جوانی و در خانه مادر که بودین در تندور پخته میکردین یا تنانبایی رایی میکردین؟ خب از خدا پخته میکردیم. در او قایت از پیشت چکیده کدام وقت؟ حتما دیگه شاید چکیده باشه. در یک هفته دو هفته یک شروع کردین خود نچکیده کدام تا؟ نه چکاندیم. خدا نچکانه کال سر ما نشه که بگی نه تو ما را در گپ گرفتی چکیده کاکا؟ انشاءالله به اخلاص آمدیم. خب دوستان عزیز خوراک شما دیدین که تقریبا یک هفته دو هفته میشه که کار شروع کردن نظر به مشکلاتی که داشتن. شوهرشان نمیجه در باغ و دشتی ها میره اونو چوبکا را جمع میکنه تا ای که کتشان یک کمک شوه اونا آتش میکنن همون چیزها را و در مقابلش هم هفتهشت یا 10 شگر خمیری که از همسایه میاد نمی روزگار خود تیر میکنن دیگه. توکل ما شما به خدا. از طرف احمد خالد از لندن 8000 افغانی است، یعنی میره خوراک ما به خودت میتم باز میشه که یگان چیز برای خانه بگیریم. صحیح است؟ 4 5 6 7 8 این 8000 افغانی. خدا خیر نصیبشان کنه که از قرای دور بیچاره در یاد هموطنای ماست و پروردگار عالم دیگه مشکلات شما را حل کنه. بخیر بخیر باشید. بالکل. حالا بگو که در جوانیات نان چکاندی یا نه؟ نه یاد میگرفتیم چکاندیم. حتما از خود ما بسیار خراب است. خواه از خود چکاندم این روز کلش چکید. چه میگی؟ این حال برو یک بوجی کار قزاقی خوب سفید بگی که دشگت کو که اون از وکیل چای بار باز نانش صحیح بیایه. صحیح است؟ بخیر باشی. سلام برسه هموطنای عزیز، خدا کنه خوب باشین. یک بار برین گذشته از جوان کوتاه تماشا کنین. دوباره برمیگردیم. یکی از هموطنای ما به نام محمد یعقوب از جرمنی 5000 افغانی برشان روان کرده. انشالله ماهانه به خاطر کرایه خانه شان 5000 افغانی روان میکنن. شماره از اینا را بر حاجی صاحب میتم، از حاجی صاحب هم بر از اینا که ما در موقع خود از یاد تماس باشن و جورستی برنامه نیست دیگه. انشالله که ما فعلا این ماه اول 5000 بر ما روان کردن برشان تسلیم میکنیم، بعد از او باز خودش در تماس باشه. امروز در این برنامه دوست داشتن و جایگاه خانواده را از احساس این جوان فقیر شنوا خواهیم بود. جوانی که چنده می شود مادرش را از دست داده است و در زندگی فقیرانش برای پدر بیمارش و خانواده کوچکش زحمت می کشد. بزرگترین سرمایه‌اش اکنون پدرش است که در اثر بی‌توجهی دکتران در عملیات جراحی رشته های عصبی او آسیب دیدند
و حالا شدیداً بیمار است. این صبح که مایسون آمدم احتیاط نکنم که موتر تکه کنم جگر خون پدرم تا شدم لرزش زیاد بود دوا نداشت. در بلندی های این محل جایی که این شهر را به خوبی میتوان نظاره‌گر شد به منزل این جوان میرسیم. و این جوان هم دسته پدرش را میبوسد و برایش بازوی توانا برای ایستادگی می شود. منزلش از ساخته های کوهی است و با قدم های استوار در تنگی های این محل وارد منزل فقیرانه این جوان می شویم. سیگه دیوالش نمپور دست نمپوری سیکن کاغذها را زده گفتیم بان دیوال چپ سر ما نشینه. در واده مردن که جانم میکنه که بچه گفت دعا دادیم اما یک چیز از پیشت میخوایم که پدرت گفت برای کسی لعنتی بود. امروز دلم را آتش گرفته و دوباره جای خالیت را حس کردم. میدانم جای تو خوب است و فرشته های آسمان امروز را برایت جشن میگیرند. من میدانم که بهشت زیر پای توست مادرم. چقدر وقت میشه مریض هستی؟ یه 5-6 سال میشه. 5-6 سال. 5. مادر از این کجاست؟ سبزی مرزی کرد فوت کرد. دکترها چی میگن؟ دکترها بخی جا بجاد دکترها مغز سرش خوش شدم میگه رشته اعصابش دکتر آزو دار شکمش سه که مکمل این قسمت و این قسمت پاره است. 3 دفعه عملیات شده شکمش. چه قسم حالت بد داشت اینه که دوا دادم میشن تا حالت شکم کسی که نمیکنه. بر چه وقت؟ دیگه 10-15 دقیقه که جیگرخونی که نکنه باز نمیتونه حالتش بسیار بد میشه که نکنه باز نمیتونه آرام میشینه باز نمیشه. شب که میآمدم که تو تا میوه برش میآوردم میدادم گفتم مادر میگفتم این میوه را بگیرین دقیقه دعا میکرد دیگه هیچ نکن. و بالاخره باز هم به امید خداوند منان به سوی روزی تعیین شدهش حرکت می کند. فعلا این ماه اول 5000 بر ما روان کردن برشان تسلیم میکنیم. بعد از او باز خودش در تماس باشه. 1 2 3 4 5 اینه. خداوند خیر بده هر کس که کمک کرده خداوند اجرش نصیب گوش کنه. محمد یعقوب از جرمنی به خاطر کرای خانه که گفت خانه را تغییر بده دیگه جای خانه گرفت. خب پایین است و برق کل چیز داره. خب در زمین است یا در کو؟ خب ما 5000 افغانی برای خودت ترتیب دیده به حساب کرای خانه دیگه شماره شام برات روان کردیم. کتش در واتساپ با تماس شو باز من روان میکنم برات دیگه ما بخیر برات کمک می. خدا شما را خیر بده. خدا مادر جانم شفا جل نصیب. سلامت بخیر باشین. قربانتان دوست عزیز. الهی آمین. کتش در تماس باش خدا معرفی کن ان شاء الله که ما غم کرای خانه تا میخوره. سیس بخیر باشیم. ما سپاسگزاریم از احمد خالد که از لندن مبلغ 8000 افغانی را و محمد یعقوب که از جرمنی مبلغ 5000 افغانی را برای پرداخت کرایه منزل یک جوان با همت و درددیده ارسال کرده بود که مبلغ 8000 افغانی را نقداً به دختر خانم در بخش اول برنامه پرداخت نمودیم و مبلغ 5000 افغانی را هم به این جوان برای پرداخت کرایه منزلش پرداخت نمودیم. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب
کمربند کرده است. این مشت های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.